سلام، مرضیه هستم و توی این ویدیو میخوام بافت یک کیف مکرمه رو بهتون یاد بدم. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید و اگه تا حالا کانال منو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید و زنگوله بغلش رو فعال کنید تا خیلی زود ویدیوهای منو ببینید. برای بافت این کیف مکرمه به 2 شنخ مکرمه 2 متری و 46 شنخ مکرمه 180 سانتی نیاز داریم. من از نخ مکرمه نرم تا به 4 میل استفاده کردم. ابتدا بندهای کیف رو میبافم. 3 شنخ 180 سانتی رو برمیدارم و دور دار گره میزنم و شروع میکنم به بافت گیس باف. بعد انتهای گیس باف رو چسب میزنم تا باز نشه. ابتدای گیس باف رو هم که دور دار گره زده بودم جدا میکنم و اون رو هم چسب میزنم که از هم باز نشه. بند دوم کیف رو هم به همین ترتیب میبافم. حالا بندی رو که بافتم از وسط دولا میکنم و به فاصله 10 سانتی متر از وسط روی دار با چسب فیکس میکنم. در قسمت سمت راست هم به همین صورت فیکس میکنم تا یک حلقه برای بافت ادامه کیف ایجاد بشه. حالا 20 شنخ 1.80 سانتی دارم که از وسط دولا میکنم و دور این حلقه به نحوی که مشاهده میکنید سر میندازم. حالا از سمت راست نخهای نهم و دهم که وسط بافت کیف هستش رو میگیرم دستم و با این 4 شنخی که آویزون هستش یک گره مربع میبافم. گره مربع رو به سمت راست همینطور 4 تا میبافم تا به لبه کیف برسم. از وسط به سمت چپ هم همین بافت گره مربع رو ادامه میدم تا به انتها برسم. در ردیف دوم هم از وسط شروع میکنم به بافت گره مربع به سمت راست و بعد به سمت چپ. ردیف های سوم، چهارم و پنجم هم به همین صورت با گره های مربع بافته میشه.
خب بافت این 5 ردیف گره مربع تموم شدش. باید بافت گره مربع رو ادامه بدم، با این تفاوت که فاصله بافت این ردیف از ردیف قبل به اندازه تقریبی 2 سانت هستش. یعنی من از بافت ردیف قبلم 2 سانت پایین‌تر میام و گره مربع میبافم. تو این ردیف 9 گره مربع بافته میشه. در ردیف بعدی باز به فاصله تقریبی 2 سانت پایین میام و شروع میکنم به بافت گره مربع که در اینجا تعداد گره مربع 1 دونه کمتر از ردیف قبل هستش و همینطور بافت گره مربع رو هر ردیف و همین صورت ادامه میدم و کم میکنم بافتمو تا به انتهای بافتم که 1 دونه گره مربع هستش برسم.
قسمت پشت کیفم رو هم به همین صورت میبافم. حالا دو قسمت جلو و پشت کیف رو در کنار همدیگه روی دار قرار میدم. دورش نخ از سمت چپ و دورش نخ از سمت راست رو میگیرم دستم و در امتداد خط بافت گره مربع قبل یک گره مربع میبافم. بعد دورش نخ از همین گره مربع رو با دورش نخی که سمت چپ هستش با هم میگیرم و در امتداد خط بافت گره مربع قبل یک گره مربع میبافم. بعد دوباره دورش نخ از همین گره مربع رو با دورش نخ سمت راست میگیرم دستم و مجددا یک گره مربع میبافم. به همین ترتیب فضای خالی بین دو قسمت بافت جلو و پشت کیف رو با گره های مربع پر میکنم. همونطور که ملاحظه میکنید در ردیف آخر 10 تا گره مربع بافته شده. حالا دو قسمت جلو و پشت کیف رو روی همدیگه قرار میدم و به دار آویزون میکنم و بغل کیف رو به همون صورتی که قبلا بهتون آموزش دادم شروع میکنم به بافت گره مربع. دورش نخ سمت چپ و دورش نخ سمت راست رو میگیرم دستم و در امتداد خط بافت گره مربع اول قبل شروع میکنم به بافت گره مربع. ردیف های زیرش هم به همون صورت پر میکنم تا به انتها برسم.
حالا کیف رو برمیگردونم و از بغل توسط 2 تا قلاب به دار آویزون میکنم و شروع میکنم به وصل کردن 2 قسمت کیف از سمت پایین به هم دیگه. ابتدا 4 ریشه نخ دارم، اونها رو میگیرم دستم، یک گره مربع میبافم و بعد اون رو کنار میذارم. دوباره 4 ریشه نخ پایین رو که 2 تا سمت راست 2 تا سمت چپ هستش رو میگیرم دستم، باز یک گره مربع میبافم و بعد از باف کنار میذارم و به همین صورت تا انتها قسمت زیرین کیف رو به هم دیگه وصل میکنم. در انتها کیف رو برمیگردونم و از بالا به دار آویزون میکنم. تمام ریشه نخ‌های اضافه زیر کیف رو با قیچی کوتاه میکنم. بعد از کوتاه کردن شما میتونید با چسب حرارتی انتهای نخ‌ها رو به بدن فیکس کنید تا جدا نشه. حالا کیف رو از داخل برمیگردونم و از بالا به دار آویزون میکنم. توی این مرحله نوبت میرسه به بافت انتهای بندهای کیف. 2 تا بند سمت راست و چپ رو روی همدیگه قرار میدم و شروع میکنم به بافت قسمت میانی آویز کیف. برای این مرحله یه ریشه نخ 2 متری برمیدارم، از وسط دولا میکنم و به نحوی که میبینید بر روی این 2 تا ریشه نخی که برای بندهای کیف بافته بودم قرار میدم و بعد از اون شروع میکنم به بافت گره مربع در اطراف 2 تا بندهای کیف.
کار بافت گره مربع دور بندهای کیف که تموم شد، اضافات نخ رو قیچی میکنم و با قلاب از زیر بافتم رد میکنم و در انتها میتونم با چسب حرارتی انتهای نخ رو به بدنه بندهای کیف چسب بزنم. برای بند دوم کیف هم همین بافت گره مربع رو انجام میدم. در انتها هم با یک پارچه همرنگ نخ مکرومه یک کیسه برای داخل کیفم میدوزم. امیدوارم که از این آموزش هم استفاده مفید رو برده باشید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و از اینکه این ویدیو رو لایک میکنید و کانال من رو سابسکرایب میکنید. خیلی از شما ممنونم.